جلسه اول از دوره ادمینی شروع شد. این جلسه به شدت من روی این جلسه هیجان دارم و واقعا میدونم که شما میترکونید و میخوام تو این جلسه یکی از نکات خیلی مهم رو بهتون بگم. خیلی نکات مهمی میخوام، یکی نیست و اینکه فوق العاده است این جلسه. خب اولین کاری که باید شما الان انجام بدید اینه که همین الان انجام بدید. عمل گرا بودن یعنی این، همین الان برید یک پیج کاری بزنید. موضوع پیج رو هر چیزی که دوست داری بذار، هر چیزی که علاقت باشه، دوستش داری یا اینکه روش مهارت داری. خب مثلا من مهارتم چیه؟ مهارتم تولید محتوا. مثال میزنم، من مهارتم مکانیکیه، مثلا مهارتم آشپزیه. خب میام یه پیج آشپزی میزنم. یا مهارتم اینه که من فقط کیک میپزم، خب کیک های فلان میپزم. میام یک پیج میزنم در رابطه با مهارتم. اگر مهارتی نداری برو سمت علاقت. مثلا تو دوست داری که چی؟ حالا ادمین بشی. حالا جدا از ادمین چی کاره دوست داری بشی؟ مثلا آرایشگر دوست داری بشی. به جز ادمین مثلا دوست داری چی کاره بشی؟ مثلا خیاط بیای بشی. خب میری پیج تو میزنی، پیج کاری تو، موضوع پیجت یا مهارتت باشه یا علاقت باشه، این دوتا باشه. اوکی؟ همین الان بهتم یاد میدم. اگه بلد نیستی در جلوتر تو ویدیوی بعدی بهت یاد میدم که چطوری پیج تو بزنی و تنظیماتش رو انجام بدی که راحت بری تو اکسپلور. و به خاطر همین شما الان اولین کاری که میکنی پیج تو میزنی. اوکی؟ حالا چیزی که مهمه، خب میخوای الان هر چه سریعتر به درآمد برسی، من پیشنهادم اینه که شما خب اگر میخوای الان از همین الان شروع کنی به درآمد رسیدن، شما آماتور هستی یه نباید انتظار این باشی که داشته باشی 15 تومن 20 تومن رو از همین الان در بیاری. شما میتونی بری ادمین یکی از رفیقهات یا آشناها یا فامیلها یا هر کسی که میشناسی که بیزینس داره انجام میده، یک کاریو داره انجام میده، خب یا مثلا یک کاسبه، میدونی که به این ادمین نیاز داره، بهش بگو آقای فلانی خب من فعلا میخوام 2 هفته به صورت رایگان با شما کار کنم. به صورت رایگان. خب شما 2 هفته که کار میکنی و تمرینایی که روی پیج اونا انجام میدی و نتیجه میده و من مطمئنم اوکی، هیچ مشکلی هم نداره. و وقتی که شما این کار رو انجام میدی، یک، هم مهارت ادمینیت رفته بالا، دو، احتمال این که پروژه بگیری خیلی بیشتر میشه. خیلی 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 بیشتر میشه. پس چی شد؟ شما 3 موضوع داری بری انجام بدی پیج تو بزنی. 1، علاقت باشه. 2، مهارتت باشه. 3، مثلا الان میخوای به پول برسی، واقعا الان پول نداری، خب یکی از آشناهاتو پیدا بکنی، بگی آقا من به 2 هفته میام تستی باهات کار میکنم. خب تستی با هم دیگه کار میکنیم، اگر اوکی بودیم ادامه میدیم، اگر اوکی نبودیم ادامه نمیدیم. ولی اگر ادامه ندادید شما یاد گرفتی، شما رزومه کاری داری، شما خیلی چیزای دیگه داری، تجربه داری و اگر حالا پروژه بعدی که میاد، خب دیگه شما تجربه‌ای که داری، رزومه‌ای که داری، راحت‌تر میتونی پروژه رو بگیری. زمانی که رزومه نداشته باشی نمیتونی پروژه خوب بگیری. برادرانه دارم بهت میگم، نمیتونی پروژه خوب، قیمت خوب بگیری، باید رزومه بسازی. و نترس از این که مثلا 1 هفته مثلا رایگان کار کنی، 2 هفته مثلا رایگان کار، بیشتر 2 هفته نشه. ولی نترس از این اصلا نترس. اگر تجربه نداری، اگر سابقه کار نداری و صفر هستی، اصلا از این نترس و این باعث میشه که شما رشد بکنی. دوباره یه جنبندی بکنم من که کامل متوجه بشی. بچه‌ها تمرین بعدی که خیلی مهمه، تمرینای عملی فکریه که باعث میشه شما بدونید که چرا یک پیج انقدر سریع رشد میکنه و خودتون هم به این نتیجه میرسین و من نمیتونم کامل اینو به شما انتقال بدم. باید خودتون، خب یعنی چون این اینستاگرام آپدیت میشه، باید خودتون هر روز که میرید تو این اینستاگرام طبق چیزایی که من بهتون میگم خودتون هیچ چک بکنید. چرا این ویدیو گرفت؟ چرا الان من تا آخر این ویدیو رو دیدم؟
چرا اون ویدیو رو که دیدم همون اول رد کردم رفت، چی کار میکرد بهتر بود. خب شما اینا رو باید بدونید، شما باید اینا رو تحلیل کنید. از امروز، از همین الان به بعد که میری توی اکسپلورت میگردی، خب ببین چرا این ویدیو ویو گرفته، ببین چرا این ویدیو تا آخرش دیدی، چرا این ویدیو رو اصلا ندیدی. خب کامل اینا رو ببین، بررسی کن، تحلیل کن. این ویدیو رو میبینی میگی که خب اصلا نه رنگش نه نورش جذابه، نه صداش خوبه، نه مثلا ذهن منو درگیر نکرده، اصلا دغدغه‌ام نبوده. خب یا یه ویدیو هست مثلا میبینی واقعا مثلا نمیتونی ردش کنی، دلیلش رو ببین چیه، همه رو بنویس. خب تمرین این جلسه اینه که شما میری اکسپلور پیج شخصیتون، نه بیزینسی نه کاری، پیج شخصی خیلی مهمه. میرید تو اکسپلور پیج شخصیتون، میرید 30 عدد پستی که مثبت 500,000 تا ویو خورده باشه رو میرید پیدا میکنید و میبینید و تحلیلش میکنید. چرا انقدر این ویو گرفت، چرا منو تا آخرش نگه داشت. خب همه رو پیدا میکنه. آقا اینش مثلا جذاب بود، مثلا اولش اینجوری که گفت من تا آخرش مجبور شدم دیدم. خب این مثالی که دارم بهتون میزنم. خب تمام نکات مثبت اون پست هایی که مثبت 500,000 تا رو گرفتن رو میرید مینویسید. خب و نکات مشترکشون، اون نکاتی که مشترک مثلا بین این 30 تا ویدیو یه چیزشون مشترکه، حالا بین این 2 تا ویدیو این 3 تا ویدیو یه چیزشون مشترکه. خب اونا رو هم می‌نویسید. خب بچه‌ها اینا فوق العاده مهمه، فوق العاده تو آپدیت بودن شما مهمه و دیگه نیازی نیست شما بری از کس دیگه پکیج بخری، چون شما خودت حرفه‌ای هستی، خودت دیگه میدونی الان این سبک مثلا ترند شده، این نکات مثبت رو من اگه رعایت کنم ویدیو ویو میگیره. به همین سادگی، به همین خوشمزگی. انقدر ساده از کار تو اینستاگرام که بعضی انقدر گندش کردن. نه اولش سخته، الان شما این تمرین رو انجام میدید واقعا سخته ولی ارزششو داره، ارزش چیزی که دارید به دست میارید و خیلی داره. و این تمرینی که دارم به شما میدم شما رو از حالا این اسمی که میگم شاید خوب نباشه، از کسایی که حالا بخواید پکیج ازشون بخرید منعتون میکنه که خودتون میدونید الان این جواب میده این جواب نمیده دیگه. و زمانی که رو پیج کارفرماتون که کار میکنید دیگه میدونید آقا کارفرماتون یه پستی میذاره، میدونید مشکلاتش چیه، چرا ویو نگرفته، حالا شما میدونید که باید چی کار کنی که ویو بگیره. حالا در ادامه هم من خیلی خیلی مفصل درباره پست و استوری صحبت میکنم که چه پست و استوری بسازی که هم ویوی بالایی بگیره و هم در کنار اون نکات مثبتی که تو جمع میکنی یه ویدیوی خیلی خفن و یک اصلا استوری و پست خیلی خفنی میتونی تولید کنی. پس همین الان هم برو پیج تو بزن و هم برو پست هایی که مثبت 500 تا ویو گرفتن رو ببین و نکات مثبتشون رو در بیار و نقاط مشترکشون رو هم در بیار و برای من بفرست. چی باید برام بفرستی؟ نکات مثبت اون پست ها و نقاط مشترک اون پست ها و آیدی پیجی که زدی، آیدی پیجی که جدید زدی. خب و موضوع کانال، این 4 تا رو برام بفرست و خیلی خفن میشه دیگه. ادامه دوره منتظرت هستم. راستی خیلیاتون منو سابسکرایب نکردید، یادتون رفته حتما این بچه شما منو سابسکرایب نکردید، فالو نکردید بعضیاتون. اگر سابسکرایب نکنید ویدیوی بعدی نمیاد و شما نمیتونید حالا ویدیوی بعدی ببینید، تمرین بعدی ببینید که بخوام بهتون که بخوایم با هم دیگه همکاری بکنیم. و به خاطر همین الان برید سابسکرایب بکنید و تا ویدیوی بعدی براتون بیاد. اگه تا آخر این ویدیو رو دیدی یه دمت گرم این پایین بنویس با 3 تا قلب که من بدونم که شما تا آخرش دیدی و اینکه حتما آیدی اینستاگرام همون زیر این پایین برای من بفرست که شما رو داخل کلوز فرند اد کنم.